مثلا تو رسما میتونی با خودت صحبت کنی. امروز که میری دوش بگیری، دوشو یهو بیار روی حالت آب یخ و موقعی که این کار رو انجام میدی، به خاطر اینکه اون اختلاف دمایی ایجاد میشه، بدنتون موضوع خطر میدونه، برای همین میخواد سعی کنه که دائما از اون سرمایه دوری کنه. اما کاری که میخوام انجام بدی اینه، میخوام شروع بکنی با خودت صحبت کردن. میخوام رسما با خودت اینجوری کنی که چیزی نیست، آبه، نمیمیری، چیز کشنده ای نیستش. و میدونم تا یه حدی یکم مسخره به نظر میرسه، ولی با انجام همین کار ساده، این که یه جوری با خودت انگار یه صحبت دوستانه داشته باشی، چیزی نیستش، نمیمیری، آبه دیگه، فقط سرده. با انجام همین کار رسما میبینی که تحمل اون آب یخ که 2 دقیقه پیش میخواستی ازش فرار کنی چند برابر راحت تر میشه. و این واقعا نشون میده که حرفایی که ما به خودمون میزنیم چقدر میتونه تأثیر بذاره. و من موقعی که اینو فهمیدم، به حرفایی که به خودم میزدم بیشتر دقت کردم.